اگه مادر یا پدرتون یا یکی از اجدادتون احساس گیر افتاده‌ای داشته باشه، گاهی وقتا این احساسات انقدر قویه که مقداری از انرژی ممکنه از طریق اسپرم یا تخمک به شما منتقل بشه. به عبارت دیگه اتفاقی که میفته اینه که در لحظه لقاح شما که اسپرم پدر با تخمک مادرتون ترکیب میشه، یکی از اونها یک میهمان ناخونده داره. مقداری انرژی اضافی یا ارتعاش زیادی یا هر دوی اونها به شکل انرژی احساسی در تخمک بارور میشن. تخمک تقسیم میشه و تقسیم هم یک فرایند انرژیکیه و همینطور رشد میکنه تا شما به یک نوزاد و بعد به یک فرد بالغ تبدیل میشید، به فردی که 70 تریلیون سلول در بدنتون دارید و احساساتی دارید که در جایی گیر افتاده. احساس میکنید چرا با همه تلاش ها من موفق نیستم؟ احساس میکنید چرا با همه خوبی ها من نمیتونم ازدواج کنم؟ و این احساسات متاسفانه از شخص دیگه ای اومده، یکی از اجدادتون. پس شما علاوه بر قیافه، رنگ چشم، شکل بینی و خیلی چیزهای دیگه که ممکنه از اجدادتون به ارث ببرید، ممکنه انرژی احساسات اونها رو هم به ارث ببرید. انسان‌ها الگوهای خانوادگی، تفکر و احساسات، سیستم باورها در مورد پول و ثروت، ازدواج، زندگی کردن در کمبودها رو هم از خانواده به ارث میبرن. همه ما تحت تاثیر رمزگذاری انرژیکی و مواد ژنتیکی خودمون هستیم که از نسل‌های قبل به ما رسیده. 6 نسل قبل از ما به ما رسیده و همین انرژی احساساته که ممکنه نقش تاثیرگذاری بر روی سلامتی، موفقیت، ازدواج و کسب ثروت و خیلی چیزای دیگه ما داشته باشه. این کدگذاری ها که روی حاله انرژی و دی ان ای شما انجام شده، باعث ایجاد اثرات واقعی و ملموسی تو زندگی شما شده. شما باید تلاش کنید، یه تلاش مضاعف داشته باشید، از مشاوران و کارشناسان کمک بگیرید، کارشناسای واقعی که تو حوزه موفقیت کار میکنن تا کمکتون کنن این کمبودهایی که به ارث بردید رو بتونید رها کنید، بتونید از دست این کمبودها رها بشید و بعضی از این کدها رو دوباره بازنویسی کنید.